نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. نرفع الرايات سوف يعلمون. حضرت عمر حکم برآوردن که دیگر در مدینه نبینم که کسی شیر را به آب ارارش کند. اگر کسی شیر را بر آب ارارش میکند برای او یک مجازات سخت، یک جزای سخت من چکار کردم برآوردگی هستند. عمری که پادشاه بودن، شاه بودن، از 2 حصه دنیا در دست حضرت عمر بود. مثل امروزه چگونه ای که دولت روس و دولت امریکا یکی از دولت های پر اقتدار بود، در دوره های حضرت عمر 2 امپریای به قوت، امپریای فارس و امپریای روم در زیر تصرف حضرت عمر بود. لیکن به زمین همین قدر شاهانه حضرت بی نهایت تواضع داشتند، بسیار شکست حال بودند. جامعه که داشتند مثل جامعه ما زیبا نبود، بلکه 11 پارگی داشت. شاه بودند. 11 پارگی در جامعه حضرت عمر بود. خود می گفت حبب الی من الدنیا 3. ای امت پیغمبر، من از دنیا 3 چیز را دوست می دارم: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و توب الخلوق. دوست می دارم که هر جا نشینم امر معروف کنم، نهی از منکر کنم و لباسی که کندگی باشد، پارگی داشته باشد، این من دوست می دارم. حضرت باشیچگاه نداشتند، قصر نداشتند. حضرت یگان بستانسرا و دچه نداشتند، پولهای در بنکه های دنیا نداشتند، بلکه بالای ریگ خواب میکردند. هر زیارت کننده ای که از دولت ها می آمد عمر از مسجد پیغمبر خدا می آمد. در همون داخل در ذکر بودند. اون زمان ها خاک بود، میگه در بالای خاک خواب بودند. حضرت این چنین عمر داشته ما و شما. تواضع حضرت چنان بودن که روز وقتی که عبیده ابن جراح که امیر میگد شام بود، حضرت عمر تکلیف کردند که حضرت به ملک ما تشریف فرمایید. حضرت میگد یک غلام خودش را گرفت، با همراهی بالا یک شتر نشست و با غلام خود عهد بست. غلام داشتن، یک غلام داشتن، یگان نگاه و بینچی نداشتن. در کوچه های مدینه به آدم دور میگشتند، در پهلوش هیچ کس نبود. برای حضرت ها از خود باوری داشتند، در کسی خیانت نکرده بودند. عدالتشان دنیا را که فرا گرفته بود و از خدا که خالص میترسیدند، دیگر کسی از خدا که ترسید از او تمام چیزی دنیا میترسد. میگد با غلام خود مشورت کردند که غلام گفتند 1 کیلومتر من سوار میشم، 1 کیلومتر تو سوار میشوی و با ملک شام میریم که من دعوت دارم. و این عهد و پیمان رعایت میشد. وقتی که به نزدیک شام آمدن نوبت غلام شد و غلام میگه بالای شتر سوار کردن حضرت عمر رو. خود میگه از همون زیمان بگیم یا از همون بنده که شتر بستگی بود از اون داشتن و بین میگه یک دریاچه بود، پاچه ها را حضرت بلند کردن و همون میگه دریا گذشتن. از اون طرف عبیده ابن جراح که امیر همون شهر بود، یکی از 10 مبشره بودن. اینا 10 نفری بودن که رسول الله در حال حیات گفته بودن که شما جنتی هستید. این یکتش عبیده بود. و حضرت عمر گفتن خود بالای شتر سوار شو و غلام را پایین کن که از پس من گفت تمام مردم بهترین همین شام به استقبال شما برآمد، به این احوال شما را بینن ما ناراحت خدا حس میکنیم. گفتن عبیده گفتن خدا مرا برای اسلامم عزت داد، برای لباسم نه. برای من گفتن حسب و نسب و پول و مال هیچ اهمیتی ندارد. من عزتی که یافتم از روی اسلام یافتم، من باکی ندارم از سخن مردم. این حضرت ها چگونه یک پاکیزه بودند. کاش که خداوند امروز تمام رهبریت ما و شما را، تمام پیشواهای ما و شما را، ذره از این عدالت عمر در دلشان جا کند که حق رعیت پایمال نکنند. کاش که خداوند امروز همه رهبریت این چنین توفیق نصیب بگرداند که ما و شما در سایه اونها راحت کنیم. حضرت میگد حکم برآوردن شیر به آب ارارش کرده نشود و بعد مدتی میگد
پهلو یک دیوال گذر کردن که آواز یک زن و یک دختر شنیده می شد که اینها دختر و مادر بودند. مادر به سوی دختر می گفت دخترم آب بیار، شیر ما امروز کم است، کمی زیاد اندازیم تا که پیسه بگیم یا دینار زیاد به دست ما بیاید تا که زندگی ما بهتر شود. برادرایی که امروز شیر میفروشین از این قصه عبرت بگیرین. حضرت عمر خوب گوش انداخته ایستادند. دختر میگه به سوی مادر گفتند من شنیدم که امیرالمؤمنین یک جزای سخت برای کسانی که آب در شیر عررش میکنند برآورد، زیرا که رسول اکرم گفته بود کسی که آب در شیر عررش میکند روز قیامت همون کاسه در پیشش گذاشته میشود و خدا بر او امر میکند شیر را از آب جدا کن. آیا بنده میتواند جدا کرده؟ میگه مادر گشت گفت دخترم گفت من هم گفت شنیده بودم از قانون عمر، لیکن الحال عمر نیست، خانه خالی است، کسی نیست. این دختر میگه گشته گفتند این کان امیر المؤمنین لا یرانا. مادر عزیز گفتند اگر ما و شما را الحال امیر المؤمنین ندیده ایستاده باشد فرب امیر المؤمنین یرانا، خدای امیر المؤمنین ما را نظارت کرده ایستاده است. امیر المؤمنین